سلام دوستان، وقتتون بخیر. این آموزش رو برای کسی میگیرم که این موضوع رو نمیدونم. ما برای درهای جکی از این گوشه تا این لبه 9 سانت میگیریم، از بالا تا پایین 25 و از لبه تا اینجا 1 سانت. و این مناسب برای درهایی که دستگیره میخوره، ولی برای درهایی که مگنت میخوره مناسب نیست. چرا؟ چون که وقتی که شما در با فشار میدید به اندازه 2 سانت میاد جلو و این به نظر من مناسب نیست. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ از بالا تا پایین همون 25 سانت رو میاریم، ولی از لبه کار تا اینجا تقریبا 5 سانت میگیریم. چرا؟ چون که وقتی در رو میبندیم و در رو فشار میدیم خود در باز میشه. این تفاوت بین 1 سانت و 5 سانت.